و اینجاست که آناتولی باز هم همه رو سورپرایز میکنه. کلا شغلش اینه، کارش اینه، یه لباس نظافتچی میپوشه و میره داخل باشگاه و با اون قدرت بسیار بسیار عجیبی که داره همه رو سورپرایز میکنه. داخل این ویدیو میخوایم از آناتولی صحبت بکنیم. سلام دوستان، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به کانال یوتیوب من. میخوایم یه ریاکت بزنیم روی آناتولی، میخوایم قدرتشو بسنجیم که این آدم از کجا به کجا رسید. کلا با 20 کیلو وزن، فقط 20 کیلو وزن داشته، ولی الان هیکل نگاه بکن، تمام عضله، یعنی هر جاش نگاه میکنی از این آدم داره عضله روی زمین پاشیده میشه. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو، اگه تا حالا این ویدیو رو لایک نکردی لایک رو بزن و اگه هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدی الان بهترین فرصته. یوتیوب ما رو سابسکرایب کن و اون زنگوله‌ش هم حتما بزن تا از همه ویدیوهای جدید ما مطلع بشی و بیای ویدیو رو تماشا کنی. بریم سراغ ادامه ویدیو. این آناتولی از روسیه هست، بعضیا میگن از اوکراین، هنوز دقیقا مشخص نشده که از کجا هستش. کلا کارش اینه، میره داخل باشگاه همه رو سورپرایز میکنه با اون قدرت عجیبی که داره. واقعا دنیا رو فکونده دیگه. همه میدونن آناتولی کیه. وقتی میگن آناتولی میگن همون مرد پرقدرت که میره داخل باشگاه همه رو سورپرایز میکنه. همه اولش خیال میکنن این آدم نظافتچی است، پس اینجوری معروف شده. کلا این آدم وقتی تازه میره بدنسازی رو شروع میکنه، میره روی وزن زدن، کلا به جرئت بگم 30 کیلو هم نبوده، ولی از بس قدرت، از درون قدرتی زیاد بوده. بعضی آدما میبینی هیکل دارن ولی قدرتی ندارن، بعضی آدما میبینی 2 کلک استخونن ولی قدرت از سر و پاشون میریزه. حالا اینم از دسته دومی هستش. اولش اومد وزن زد و الان جوری شده که وقتی میره داخل باشگاه اون آدمایی که هیکل بسیار گنده‌ای دارن یعنی دهنشون باز میمونه از قدرت عجیب این آدم روسی. به نظر شما قدرتش از کجا سرچشمه میگیره؟ از مکملایی که میخوره یا کلا قدرت مادرزاری هستش؟ 100% از هر دوش هست، ولی اصل مطلب از قدرت مادرزاریش هست. یعنی این آدم کلا قدرتمند هست، یعنی خصلتش اینجوری بار اومده، از درون زورش زیاده. آقا بخوای حسابشو بکنی زور بسیار بسیار عجیبی داره، هم از لحاظ اسکات زدن، هم از لحاظ دمبل زدن و هر چیزی که شما فکرشو بکنی. ولی یه پرانتز باز بکنم، خوراکش اسکات زدن هست، یعنی رو اسکات واقعا باید بگیم دست نریزه. کارت خیلی خیلی درسته. خب بچه ها، این از جریان کامل کالبدشکافی آناتولی بوده که کی بوده و به کجا رسیده. امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه. 100% ویدیو حمایت بشه، یه ویدیو بسیار بسیار خفن ریاکت میزنیم از آناتولی و کل به قول معروف جزئیاتشو در آینده بهتون خواهیم گفت داخل یه ویدیو جداگونه. حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگولش هم بزنید تا از همه ویدیوهای ما مطلع بشین و بیان ویدیو رو تماشا کنید. لینک کانال تلگرام هم مثل همیشه داخل دیسکریپشنه. اگه دوست داشتی میتونید تلگرام ما رو هم دنبال کنی. اگه خیلی هاتون نمیدونید جریان این ماسک چیزی که روی صورتمون گذاشتیم، ما از 4 سال پیش که یوتیوب رو شروع کردیم پابجی پلیر بودیم، پابجی بازی میکردیم و این ماسک از همونجا به قول معروف روی صورت ما ست شد و با این ماسک میایم